درود جان نچندان شیرینم. از همه بی‌معرفتی ها و دوری ها بگذریم، از حق نگذریم، عجب دستبختی داشتی. راستش را بخواهی جهان به من مجال نداد تا خاطر یک شام کنار تو بابا رو به یاد بیاورم. اما من مطمئنم که این اتفاق افتاده بود. احتمالاً تو با آن دستهای هنرمند و فربه‌ات که یک زخم کوچک بالای انگشت چپ شست دستت بود برای ما قرمه سبزی پخته بودی. بابا هم مثل همیشه زودتر از همه منتظر غذا بود. احتمالاً هم بازی کوچک من مثل همیشه اسباب بازی‌های من را خراب کرده بود یا از پاستیل‌هایم خورده بود. همه چیز سخت بود قبل از اینکه تو مثل همیشه همه چیز را درست کنی. صبور نبودی جانم، آدم رفتن بودی. با آن چمدان مزخرف سرمه‌ای رنگی که 22 سال زندگی من را در آن چپاندی، زیپش را به زور بستی و از در حیات رفتی. تو همیشه جواب همه چیز را می‌دانستی. یادم می‌آید که از تو در مورد تام و جری پرسیده بودم و تو حتی نام پدید آورنده‌اش را به من گفتی. تو احتمالاً جواب همه سوال‌هایی بودی که این سالها با خودم حمل کردم. اما حتی وقتی ملاقاتت می‌کردم جوابی پیدا نمی‌شد. احتمالاً اگر بودی میز شام هم سالاد داشت و هم ترشی‌هایی که خودت درست می‌کردی. با همان دست‌های دوست داشتنی و بی‌وفایت. به اندازه موهای سرت این سالها تنها نشستم و شامم را خوردم. بدون هیچ ترشی و سالادی. اکنون اما من همان کودک 5 ساله‌ای شدم که شعر حفظ می‌کردم و تو داری از من فیلم می‌گیری. من به تو می‌نگرم و چهره تو تا ابد برای من غریبه ماند. وقتی بچه بودم میگفتی اگر میوه ها را با دانه هایشان بخورم درخت در دلم سبز می شود. وقتی رفتی همه میوه ها را با دانه خوردم تا تبدیل به درخت شوم. شاید درخت ها کمتر دلتنگ می شود. تو را دیگر نخواهم خواست. حتی شام 4 نفره خیالی من را هم فراموش می کنم. و به تو قول می دهم که دیگر تکرار نخواهیم شد. بدرود عزیز رفته از دل من.